به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز. در 15 دقیقه دیگر با جمع همکاران شما را با مهمترین حادثه‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز 28 آگوست در برنامه این گزارش ها را داریم. سیلابخیزی روز گذشته در عموم به 9 شهر و نواحی تاجیکستان آسیب رسانده، جان چندین نفر را گرفت و خانه و انشاءات گوناگون را خراب کرد. قدرت خداوند همیشه گرانبست شد. میخواد زد بدتنین، میخواد برد. بسیاری از محله‌های شهر دوشنبه از دیروز به این سو آبی آشامیدنی ندارند. برخی‌ها شب را در کوچه روز کردند. در حولین در آمدگی در درون 3 تا خانه هم در آمدگی، کخنی هم در آمدگی، پدوالام همش پری آوای پروداکت زندگی دیگه نیسته. بازار نشد اکنون با زوری در کالوگ از مهاجرانی که میخواهند شهروند روسیه شوند طلب دارند با وزارت دفاع این کشور قرارداد بندند. مقامات تاجیک خسارات جانی و مالی رسیده از آفت طبیعی به ساکنان مناطق مختلف کشورها حساب دارند. تاجیکستان روز 27 آگوست به بارشات پی در پی دچار شد. در شهرهای دوشنبه، وحدت، حصار و نواحی رودکی، ورزاب، دیوشتیج، رشت، سنگوار و تاجیک‌آباد آمدن سیل و یرچ زیان جدی به بار آورده است. هرچند مقامات رسما از فوت 13 نفر خبر می‌دهند، ولی شاهدان این رقم را زیادتر ارزیابی می‌کنند. نگار فضل‌الدین و اسکندر فیروز به شهر وحدت رفتند که گفته می شود بر اثر سیلاب‌های دیروزه بیشتر از همه تلفات جانی داشت. جسد صداقت давлатоваи 24 сола дар ҳавлӣ ки сел онро валангор кардааст. сел дар ҳоле инҷо ро зад ки ҳама машғули кор буданд дар ҷамоати бӯстонсарои чорбоғидуи деҳаи ромити шаҳри ваҳдат. падар арӯси садоқат мегӯяд 2 кӯдак бемодар монданд. сел омадест, ҳеҷ хотирам ҷамъ ки ҳеҷ гап нест. сел омадест ҳамҷа як 100 дарзи шоха ҳама хадранӣ хизанам кашидам дамҷа мондестам. қудрати худованд ҳамҷа гирунбаст шуд. мехе зад мадатанамин, мехе бурдма стари да куни стари занба. занам амихе удар задай да боле берим да боле чизай. боле шохода. хайр рафтем чокари гуфтам хе гуфтам кани садоқат. ҳанӯз маълум нест чанд кас ба ҳалокат расиданд, вале дида мешавад дар ин ҷамоат даҳҳо роҳу манзил вайрон шуданд. 40 та зиёдтан. зарар дидагиаш. Хайн нест ина на оба на света ина ҳамас линёр задагия свето високи задагия. мардум беоба акн намедонам роҳ надорем дига. ҷамоати бӯстонсарои чорбоғиду ягона макон дар умид нест ки борони шаби 27-28 август тахриб кардааст. ҷамолиддин аҳмадов посбони коргоҳи хиштии ҷамоати чӯянгарон мегӯяд ин субҳ шоҳиди аз зери обулой баровардани 4 ҷасади дигар шудааст. манам мошина келави роҳ да ҳамон канда бировардем тавар қати лон қати якта мурда бировардем якта зинда я занак зинда гуфтанд ки балнисада гузашта 2 таи дига саҳари айна иҷо ёфтем. ба гузориши кумитаи ҳолатҳои фавқулода селу обхезӣ ба 9 шаҳру ноҳияи кишвар осеб расониданд. расман аз ҳалокати 13 нафар гузориш шудааст, вале эҳтимол меравад ин шумора бештар бошад. ҳукумат гуфтааст ки ғами осебдидагонро мехӯрад. раиси ҷумҳури тоҷикистон ба оилаҳое ки наздиконашон талаф шуданд ҳамдардӣ баён кардааст. گزارش همکاران ما از شهر وحدت بود. در این زمان منزل ده‌ها ساکن شهر دوشنبه نیز از باران و سیل زیان دیده اکثر محله ها تا به حال آب آشامیدنی ندارند. قطع آب به باران‌های شدید و آلودگی سخت در رودخانه ورزاب ربط داده می شود. ساکنان از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکوه نموده میگویند منتظر دریافت کمک‌ها از جانب حکومت هستند. سروناز روح‌الله و امیر ایسویف در این باره گزارش می‌دهند. من همیشه مردم در خونه همسایه جا که خونه‌هاشون بلنده در همجا خور رفتگی‌اند. جای پسیل خور رفتگی نیستند. اینا کلی. даҳҳо сокини маҳаллаи хуҷамбиёи поёни пойтахт ки хонаҳояшон зери гил мондааст ҳайронанд чӣ кор кунанд. онҳо мегӯянд сахт ба кӯмак ниёз доранд. оби ошомиданӣ ва барқ низ дар ин маҳалла қатъ шудааст. сокинон мегӯянд зиндагӣ дар манзилҳояшон имконнопазир аст.
در سر زفت کلاگی نیستی گیشنا و تاشنا بزرگ کار میکنه اینجا اومده زهری تمام میشه که همین پیلا اوی خوردگیمون در حولین در آمدگی در درون سه تا خانه هم در آمدگی کوخنی هم در آمدگی پدوالام همش پری آوای پروداکت زندگی دیگه نیسته قالین و کورپا همه جزیره خانه ندارم زندگی کنم اکا امشب در خانه همسایه بودم بر اثر باران‌های سخت و سیلاب‌های شب گذشته در دوشنبه بیش از 30 منزل محله خوجنبی‌های پایان پایتخت زیر آبولای مانده است. ملکه شایوا میگوید بعد باران و آمدن سیل فرزندانش را به خانه خویشاوندانش فرستاده خودش شب را در کوچه روز کرده است. نه نداریم نه سوی داریم نه آوای شب هم سویتامون کشتن همه با مونه قاق کردن تمامی چی نداریم. نمیدونم خود رئیس ناحیه یگان کس بیا پیش رئیس محله رفتم چی بگم بیاین گفتم بینین آخه چی حاله نیست اینجا کدن شوهرم نیست بچه‌م نیست قیچور دختر ما چیکار کنم. بسیاری از منطقه‌های تاجیکستان شب گذشته شاهد تندباد و باران‌های سیل بودند. در شهر دوشنبه در پی تندباد و باران سخت نیروی برق برای چند ساعت قطع شد. مقامات گفتند فعلا در جای حادثه کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده کار و حجم آسیب را معین می‌کند. در حدود شهر دوشنبه تلفات جانی ثبت نشده است. امی سحر مجلس رئیس شهر و ناحیه شده گذشت دستور دادن که کمیسیا تشکیل کردن که چی انا کمبودی شدگی ما باید که همین نوشته گیریم و مردم را باید که یاردم کنیم. حاضر خدا میدونید که من اینجا قریب که بیش از 340 خانه حاضر امیخیل لای قدر اومدگی. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی در پایتخت نشان داد که رفع پیامدهای آفت طبیعی پورا به انجام نرسیده است. بیشتری کار نه با تکنیک بلکه دستی و با یاری کارمندان کمونالی و ساکنان محله انجام می‌یابد. آن ساعت یکی شب بودم خیلی امچیز ماندگی بود با یک آپارات که ماندگی بودم او کم ترکش دادن که زورش نرسید زور ما نه ایمون نمیرسه بود نه گفتم بردن در خونه همه پرنوی خای. بسیاری از بخش‌های پایتخت تاجیکستان از شب گذشته به این سو آبی آشامیدنی ندارند. برخی از باغچه‌های کودکانه در پایتخت با سبب نبودن آب از والدان خواستند کودکان خود را به باغچه نآورند. در برخی از محله‌های پایتخت ماشین‌های آبکشان به ساکنان آب دسترس می‌کنند، ولی ساکنان بیناهای بلند آشانه گفتند بی‌آبی می‌تواند باعث خروج بیماری‌های سیرایتی شود. تا لحظه آماده شدن این گزارش معلوم نبود کی رسانیدن آب به منزل ساکنان برقرار می‌شود. سروین زیرهولا، امیر ایسویف، آزادی، دوشنبه. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم با خبر از تاجیکستان. دانیار نبیев و یا بابای دانا از زندانی پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیев سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی این حزب بازداشت و به 7 سال محبس محکوم شده بود. در پی انتقاد زیادی حامیان حقوق او را از زندان رها کردند. اسامالدین نبیев برادرزاده دانیار نبیев 28 آگوست به رادیو آزادی گفت امکش امید دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را امروز به خاک سپاریدند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیев گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانا از زندان رها شده است، اما وقتی خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندانش دانیار نبیев را نشان ندادند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. حامیان حقوق میگویند در ولایت کالوگای روسیه از مهاجران داوطلب شهروندی روسیه تقاضا می‌شود که ابتدا با وزارت مدافع این کشور قرارداد بندند. به گفته آنها به این وسیله کرمل تلاش دارد کمبود سفربری به ارتش را از حساب مهاجران جبران کند. همکارمان میرزانبی خالقزاد که موضوع را پیگیری کرده است همراه با ما در استودیو است. بگویید که تقاضای بستن قرارداد با وزارت مدافع چه تاثیر داشته است؟ بله شهلا، در این باره رسانه 7x7 از نقل حامی حقوق تاتیانا کاتیر اطلاع داده است. همصحبت دیگری این همین رسانه نیز ابراز داشته است که سببی ثبت نام در کمیسریت حربی اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی و به ویژه مردان مهاجر از تاجیکستان دخل داشته از ماه اپریل به این طرف ظهور نموده است.
و به قبل همین شخص که نخواست از نامش آشکار شود تا اون زمان مهاجران بدون مشکل حجت میسپردند و شهروندی میگرفتند. ولی حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری کنند، زیرا این عمل مخالف با قانون جنایی این کشورها میباشد. یعنی اشتراک در جنگ اوکراین امکان دارد برای مهاجران و بخصوص مهاجرانی که دو شهروندی دارند در وطنهایشان دردسر ایجاد کند؟ ببینید شالا حامی حقوق کتلر به حالت شبیه اشاره کرده است و از جمله کتلر می نویسد یک شهروند تاجیکستان به وزارت امور داخلی روسیه شکایت کرده است که وضع سلامتیش برای خدمت در ارتش خوب نیست، اما در نتیجه این تاجیک با مشکل بیشتری مواجه شده به ترک روسیه وادار شده. کتلر در شبکه فیسبوک از نام همین تاجیک نوشته است در مقابل این شخص پروتکل جنایتی را ترتیب دادند که هیچگاه به وقوع نپیوسته است. و با کتلر گفته است که ما را در این کشور آدم نمیحسابند، نمیخوام شهروندی این کشور را گیرم، بلیت بازگشت به وطن را خریدم و به زودی برمیگردم. و میخائیل ماتویف معاون رئیس دومه دولتی روسیه مجلس پایانی پارلمانت این کشور میگوید وکیلان مردمی تصمیم دارند قانونهای تقدیم شهروندی را شدیدتر کنند. ماتویف افزوده است که به عقیده او اگر مهاجری که شهروندی روسیه گرفته است از خدمت عسکری و سفربری به ارتش سرکشی کند و به اهل عائله‌اش باید از شهروندی روسیه محروم گردد. طبق قانون‌های روسیه هر فردی که شهروندی این کشور را کسب کرده است باید نامش را در دوام 2 هفته در کمیسریات حربی ثبت کند. و ماه اپریل پرزیدنت روسیه پوتین روی قانون امضا گذاشت که بر اساس آن هر فردی مسئول در بدنام کردن ارتش روسیه از شهروندی محروم می شود. همچنان طبق همین قانون هر فردی که از طرف خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب تهدید به امنیت کشور ارزیابی می شود امکان دارد که از شهروندی روسیه محروم گردد. این است. تشکر میکنیم از همکارمون میرزا نبی خالقزاد که مسئله را برایمان روشن کرد. ضمن در یک قطار منطقه روسیه از جمله سنت پترزبورگ مایروان ریدها برگزار شدند. در جریان آنها نه تنها مهاجران غیر قانونی بلکه آنهای هم دستگیر گردیدند که بعد دریافت شناسنامه روسی خود را در قید کمیسریات حربی نگذاشتند. شروع امنیت سازمان ملل متحد از ادامه فعالیت شاخه خراسان دویش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در اعلامیه شروع تعداد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و اعضای خانواده آنها در همسایه کشور تاجیکستان از 4000 تا 6000 نفر تخمین زده شده است. این رقم در مقایسه با آماری که پیشتر نشر شده بود زیادتر است. قبلا در بعضی از گزارش‌ها شمار جنگجویان و اعضای عائله آنها در افغانستان تقریبا 3500 کس گفته شده بود. اعلامیه شورای امنیتی سازمان ملل روز 25 آگوست امسال در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در آن داعش نه تنها برای افغانستان بلکه کشورهای منطقه و فراتر از آن خطربار نامیده شده است. و وزارت معارف فرانسه گفت که در این کشور پوشیدن عبایق یک نوع لباس اسلامی را در مکتب‌های کشور منع می‌کند. گابریل اتل وزیر معارف فرانسه روز 27 آگوست به تلویزیون TF1 فرانسه گفت این نوع پیراهن که در بعضی از کشورهای مسلمان نشین بخصوص کشورهای عربی به بر می‌کنند مخالف قانون‌های دنیوی سختگیرانه فرانسه در مکتب‌ها است. عبایق یک نوع پیراهن درازی شبیه به لباس‌های ملی تاجیکی است و پوشیدن حجاب یا نقاب به آن حتمی نیست. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. مینت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو پیوسته میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیک پیدا کنید. فردا شما از آن را در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.